چرا وقتی یکی قلقلکمون میده خندمون میگیره ولی خودمون این کارو بکنیم خندمون نمیگیره؟ بریم بررسی بکنیم ببینیم دلیل علمی داره یا نه. اول ببینیم قلقلک چی هست اصلا. قلقلک یعنی تحریک لمسی نقاط حساس پوست که بیشتر کف پا و زیر بغل و گردن هست که بر هر کسی میتونه متفاوت باشه، که من خودم تو این قسمت کسی اگه 2 دقیقه قلقلک بده واقعا میمیرم، لمس میشم اصلا دست میخوره بهش، ولی خب کف پا رو مثلا میتونم تحمل بیارم. و اینکه ما 2 نوع قلقلک داریم، یه قلقلک سبک که مثل اینکه مثلا با پر یکی قلقلکت میده یا یه لحظه یه جوری میشید، شاید هم بعضی موقع اصلا لذت داشته باشه. این قلقلک سبکه. یه قلقلک هم هستش که خنده شدید میاره، نمیتونی خودتو کنترل بکنی، یه قلقلک انفجاری. خب حالا که گفتم قلقلک چی هست، ببینیم چرا باعث میشه که خندمون بگیره. چون قرقرک لمس غیر منتظره است، یعنی مثلا یه دفعه یکی بدون اینکه بهت بگه میاد دستشو میندازه میخواد قلقلکت بده. به خاطر همین مغز اونو یه واکنش عصبی حساب میکنه و چون خطرناک نیست اینو یه شوک عصبی میبینه که تبدیل به خندش میکنه. به خاطر همونه که یه قلقلکمون میده کسی خندمون میگیره. این واکنش از ناحیه آمیگدالا و هیپوتالاموس میاد که همون بخشایین که مسئول ترس و لذت هستن، که یعنی قلقلک یه چیزی بین شادی و ترس هست. حالا دلیل این که چرا خودمون نمیتونیم خودمون رو قلقلک بدیم و میخوام بگم. وقتی خودتون میخوای قلقلک بدی، مغزت قبل اینکه دستتو حرکت بدی میدونه که قراره این کار رو انجام بدی، به خاطر همون هیچ واکنش دفاعی نشون نمیده و قلقلکت نمیاد، صرفا انگار اونجا تو لمس کردی. یعنی قلقلک ریشه تکاملیه که از قدیم بوده و تمام موجودات اینو داشتن، مثلا موش و میمون و سگ هم به قلقلک واکنش نشون میدن. یعنی قلقلک یه جور شوخی بیولوژیکیه که از اجدادمون مونده. یه چند تا نظریه عجیب در مورد قلقلک هم هست که بعضی از دانشمندا میگن قلقلک یه تست بین اعتماد انساناست. بعضی هم میگن یه مکانیزم برای آموزش دفاع در کودکیه. شما رو خودتون تست کنین ببینین قلقلکتون میاد، یا کسی اگه قلقلکتون بده قلقلکتون میگیره. چون بعضی هستن که خیلی نواحی کمی دارن که به قلقلک حساس هستن یا اصلا حساس نیستن، که میتونه به خاطر همون بخش آمیگدال و پی اف سی باشه که اینجور آدما وقتی اتفاق غیر منتظره پیش بیاد بدن اینجور آدما واکنش کمتری نشون میده، که همین باعث میشه که اینجور آدما قلقلکشون نگیره. حتما اگه سوالی دارین بپرسین یا ایده‌ای برای ویدیو علمی دارین بگین، حتما اگه اوکی بود میسازم. و اینکه سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید، لایک هم بکنید، کامنت انگلیسی هم بذارید، کامنت فارسی هم بذارید، کلا هر کاری که میتونید بکنید برای حمایت بکنید دیگه. اگه به اینجور محتوا هم علاقه نداری، من 7 نوع مدل تولید محتوا میکنم تو چنلم که در اصل یه چنل نیست، چند تا چنل توی یه چنل هست که هم گیم پلی میذارم، هم رپ میخونم، هم بیت میزنم، هم ولاگ میگیرم، هم مباحث علمی در مورد ماریجوانا و مجیک ماشروم میدم و انقدر زیاده اصلا نمیتونم بگم، خودت برو تو چنل ببین. بای بای.